انا لله و انا الیه راجعون. ما هم از آن خدا هستیم و بازگشتمان به سوی خداست. امروز برای خاطر برای آخرین گسیلادیدن خواهر جوان مرگ که چون گل حالا ناشکفته و بوی خوش برای جامعه ناداده با شمال مرگ خزان شد. در وقتی هم خزان شد که از خود طفل نوزاد را گذاشت، اما نتوانست با این طفل نوزاد خود پستان در دهان گذارد و یا او را آغوش کند و نوازش کند. با این چشم پوشیده به سوی خدای خود روان است. اولا برای شوهرش و خویش تبارش، برای پدر و مادرش این مصیبت درونسوزه، این مصیبت جانسوز تسلیت عرض میکنم. خداوند برایشان صبر جمیل نصیب گرداند و باقی مانده فرزنداشان در عمر دراز نصیب کند. جوانای عزیز، خواهری که الان بالای تابوت خواب است و الان میبینم روح او با چشمان پر اشک پر آب دیده به دخترکان خرسال خود تماشا دارد و حیران است که بعد از مرگ او دختران او چی کار میکنند. دخترچه هاش به خانه قبر روان است. اصل بخشی بگویند آه فرزندان دلبندت، بگردن کودکانت در بدر امروز یا فردا. اکنون دیگر این طفلکان خرسال مادر نمییابند که اونها را نوازش کند و سر و روشان شوید. دیگر مادر نمییابد که اونها را لباساشان عوض کند. دیگر چشمشان چار است که کی اونها را مهربانی میکنه، کی اونها را نوازش میکنه. خوب عزیزان من، این اجل از جانب خداست. خواهر ما شهید شد. در پیغمبر خدا میگن کسی بعد از تولد فرزند در حالت نفاس وفات کنه او شهید است. خدا خواهی شهیده شد. اما من برای شما جوانان یک نصیحت دارم. من دیگر برای یازده صحبت من دیگه فایده نداره. دیگه عروس او نه بچه میکنه نه دختر، به همین تمام. اما من برای شما گفتنی هستم عزیزان من، وقتی که همسراتون فرزند میکنه خواه پسر و خواه دختر، شما خوشحال و خرسند شوه. شما شکر خدا رو گویا که خدا به شما فرزند داد. چی فرق میکنه که بچه است و چی دختر؟ زیرا دادن بچه و دختر به اختیار مادر و پدر نیست، به اختیار آسمان خالقش است. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه من در رحم مادر این دو قطره آب چگونه خواهم انسان میکنم. بچه میکنم یا دختر، خوشرو میکنم یا بیکاره، مؤمن میکنم یا کافر من میکنم. اینجا نه دستی مرد قدرت دارد و نه دستی زن. وقتی که من میشنوم از بعضی جوانها که همسراشان به خاطر دختر داشتن با اونها نفرت دارن، با اونها سختگیری میکنن، اونها ظلم میکنن، این مردها جوان مرد نیستن. سردار جوان مردها پیغمبر بزرگوار بود. در جامعه مشرکین که دخترها را زنده به زنده گور میکردن، همسری عزیزشان خدیجه سلام الله علیها 4 دختر تولد کرد. هر بار که تولد میکرد پیغمبر خدا چهره خدیجه را بوسه میکردن. ایشان برای تولد دخترشان تبریک میکردن. عزیزی من، خدا قرآن میگه که یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور.
او یزوجهم ذکرانا و ایناسا و یجعل من یشاء عقیما. من هستم که برای بعضی پدر و مادر فقط دختر میتیم و بچه نمیتیم. پادشاه ها رو من میدانم دختر دارن بچه ندارن. من هستم که بچه میتیم، بعضی پدر و مادرها رو دختر نمیتیم. خدا میگه من هستم برای شما هم بچه میتیم و هم دختر میتیم و من هستم برای بعضی شما نه بچه میتیم و نه دختر میتیم. از دست چی میبیاد؟ او کارخانه خردکه که نامش رحم است عزیزی من، در اونجا نزدن و تصرف دارد و نه تو. او در اختیار خالقش است. شاید خداوند برای کسانی که دختر میتی بچه نه میدانه که دختر داشتن براش خوب است از بچه داشتن. عزیزانی من، از بچه های میزد و دزد و آدم کشکی آر برای پدر و مادر است. والله از او به فرزندی خوب نیست، از او دختر داشتن خوب نیست. دیگر عزیزانی من، بچه های عزیز، من به شما میگم به از دیگه کار ندارم، در کار این تمام شد. به شما میگویم آخر زن مادر و کاسه آب است. هر چیزی که تو میگذاری او همون به تو میتید. امروز علم ژنتیک هم اثبات کرده است بچه شدن و دختر شدن به سپرم مرد وابستگی داره. بیچاره زن چی گناه داره؟ سپرم مرد اگر اکثرش حجیره هاش مادی نباشه و دختر میشه، خواهی نخواهی دختر میشه. مادر در این تصرف نداره. برای چی همسراتان آزار میتید؟ هفته گذشته نزد من مادری آمد، 5 دختر داشتن. شوهرش از خانه پیش کرده کجا رو. ناجوان مرد وای کجا رود؟ این 5 دختر